وقتی که برادرای دوقلو بیل و هاب اسباب بازی میمون قدیمی پدرشون رو تو اتاق زیر شیروانی پیدا میکنن، مجموعی از مرگ‌های وحشتناک اطراف اونا شروع به رخ دادن میکنه. حالا بیل و هال در تلاش برای رها شدن از این ماجرای ترسناک، عروسک میمون رو میندازن دور و تو طول زمان مسیرهای جداگانه‌ای رو تو زندگی دنبال میکنن. با این حال وقتی مرگ‌های غیرقابل توضیح دوباره اتفاق میافتن، اونا مجبور میشن با هم متحد بشن و مأموریتی رو برای از بین بردن دائمی این اسباب بازی نفرین شده شروع کنن. میمون تو ژانر فیلم‌های ترسناک فراتبیعی ساخته شده و قراره 21 فوریه 2025 توسط نئون تو ایالات متحده اکران بشه. میمون بر اساس داستان کوتاه استیون کینگ تو سال 1980 ساخته شده. این فیلم داستان گروهی از جوونا رو دنبال میکنه که از یه تصادف فاجعه بار جون سالم به در میبرن، اما متوجه میشن که هنوز مورد هدف مرگ هستن. همونطور که اونا برای فرار از سرنوشتشون تلاش میکنن، راز تاریکی رو کشف میکنن که اونا رو به یه خط خونی نفرین شده متصل میکنه. استفانی متوجه میشه که مادر بزرگش 50 سال جلوی مرگ رو گرفته تا زمانی که تو سن 80 سالگی از دنیا رفته. حالا مرگ سراغ فرزندانش اومده. استفانی و خانواده‌اش متوجه میشن که نسل خونیشون از مرگ در امان نیست. مرگی که اونا رو با خشونت وحشتناکی به ترتیب میبره، مگر اینکه فردی مثل استفانی راهی برای جلوگیری از اون پیدا کنه. مقصد نهایی خط خونی ششمین قسمت از مجموعه فیلم‌های مقصد نهایی که تو ژانر فیلم‌های ترسناک فراتبیعی ساخته شده و قراره 16 می 2025 توسط کمپانی برادران وارنر تو ایالات متحده اکران بشه. بلیک پدر خانواده اهل سانفرانسیسکو بعد از ناپدید شدن پدرش خونه دورافتاده کودکیشو به ارث میبره. بعد از مشکلاتی که تو زندگی زناشویی و خانوادگی براشون پیش میاد، همسر شارلوت بلیک رو قانع میکنه که مدتی از شهر فاصله بگیرن و همراه دخترشون به خونه قدیمی برن. اما تو شب ماه کامل وقتی که خانواده به سمت خونه میرن، مورد حمله موجود نامرئی قرار میگیرن. اونا بدون هیچ امیدی فرار میکنن و در حالی که اون موجود دور خونه میچرخه به داخل خونه پناه میبرن. اما با گذشت شب بلیک رفتارهای عجیبی از خودش نشون میده و به چیزی غیرقابل تشخیص تبدیل میشه. حالا شارلوت باید تصمیم بگیره که ترس تو خونه خطرناکتره یا تهدیدی که بیرون خونه در کمینه. بعد از این اتفاقای مرموز، بلیک به گرگینه تبدیل میشه و زندگیش به طرز وحشتناکی تغییر میکنه. فیلم ترسناک گرگینه مرد گرگنما 17 ژانویه 2025 یعنی 28 دی 1403 توسط یونیورسال پیکچرز اکران شد و تا الان با بیشتر از 1000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6 از 10 را گرفته. این فیلم داستان گروهی از نیویورکی ها رو دنبال میکنه که آخر شب میرن قایق سواری، ولی یه موش بدجنس از راه میرسه و همه مسافرها رو مورد هدف قرار میده. حالا این افراد باید دور هم جمع بشن تا بتونن این تهدید کشنده رو خنثی کنن. کارگردان فیلم تو توضیح داستان اون میگه این فیلم روایتگر سفری شبانه با کشتی تو نیویورکه که طی اون مسافرها، خدمه و سایر سرنشین‌های معمولی توسط یه موش قاتل و شیطان صفت مورد حمله قرار میگیرن. یه موش کوچیک و بدجنس که عاشق دردسر درست کردنه. این فیلم نمونه جالبی از استفاده خلاقانه از یه اثره. تبدیل شخصیت محبوب و دوست داشتنی کودکانه به موجودی ترسناک و خطرناک میتونه تجربه منحصر به فرد برای تماشاگر ایجاد بکنه. مخصوصا که میکی ماوس همیشه به عنوان نماد شادی و سرگرمی شناخته میشده و حالا قراره تو قالبی کاملا متفاوت ظاهر بشه. این فیلم یه بازسازی از انیمیشن کوتاه والت دیزنی و یوبی ورکس تو سال 1928 به اسم کشتی بخار ویلیه. فیلم ترسناک اسلشر کمدی کشتی بخار قراره 24 ژانویه 2025 تو سراسر جهان اکران بشه. فیلم 28 سال بعد که تو ادامه فیلم 28 روز بعد سال 2002 ساخته شده، به نوعی ادامه دنیای پس آخر و زمانی معرفی شده تو این فیلمه. هرچند هنوز جزئیات کامل و رسمی داستان منتشر نشده، ولی بر اساس اطلاعات موجود داستان فیلم به طور کلی تو دنیایی بعد از 28 سال از شروع بحران ویروس ریش که انسانها رو به زامبی‌های خطرناک تبدیل می‌کرد روایت میشه.
این فیلم محصول مشترک آمریکا و انگلیس و دنباله فیلم‌های 28 روز بعد 2002 و 28 هفته بعد 2007 محسوب میشه. 28 سال بعد تو ژانر فیلم‌های ترسناک مهیج و زامبی ساخته شده و قراره 20 جون 2025 از طریق سونی پیکچرز منتشر بشه. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. لطفاً کانال ما رو دنبال کنید. اگه خوشتون اومد لایک کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید.